سلام بچه ها، خوش اومدین به ویدیو امروز. من روزی هستم و امروز اومدیم یه اکشن فیگوری دیگر رو ریویو کنیم. چی تو دستمه؟ حتما از سری مکفارلن توریز دارک دیتکتیو فیوچر استیت. بزن بریم. خب بچه ها، من اکشن فیگور رو از جعبه در آوردم. بریم سراغ اکسسوریاش. مثل همیشه یه ترید کارت برامون گذاشته مکفارلن، یه ترید کارت ساده و همراه پایه همیشگی دیسی که این لوگوش اینجا هک شده، چیز خاصی نداره. بریم سراغ اکسسوریش. کل و مجمعین یه دونه اکسسوری برامون گذاشته. داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. بزرگه، خیلی گنده است. ببینید، بهتون نشون بدم در این حد که به نظرم یکی از مسخره ترین اکسسوریایی که میتونه یه اکشن فیگور داشته باشه. What؟ میذارم تو دستش ببینین، خیلی سخته، خیلی دنگ و فنگ داره این. بریم سراغ خود این اکشن فیگور زیبا. واقعا قشنگه. این تو نگاه اول ببینی، اولین چیزی که چشت بهش میخوره پینت جابه، رنگشه که میریم سراغش. اول میریم سراغ مفصل ها. خب مفصل های دستش دابل جوینت داره، میبینین؟ من براتون سریع اینجا دابل جوینت چیز از سفته که با سشار یا به جوش میتونین کارو در بیارین. چه دستاش میچرخه کامل بدون هیچ مشکلی میچرخه، میبینین؟ اما این اکشن فیگور یه مشکل خیلی 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 بزرگی داره. اونم چیه؟ دستشه. میبینید اصلا میشه چرخون دستشو، اما به خاطر این سرشونه هاش نمیشه. یعنی شما باید اینا رو بکنی تا بتونی بچرخونی. اونایی که تو کار مودیفیکیشن هستن میتونن این کار رو انجام بدن. میبینید نمیشه اصلا. و این یه پلاستیک سفته، سخته. این اصلا یکی از بدترین پوینت های اکشن فیگوری که میتونه داشته باشه. بریم سراغ کتش. اینجا پلاستیک نرمه، میبینید میتونین باز کنین راحت. این چه باحاله. و یکی از نکاتی که خیلی منو جلب کرد این پینت جاب این کته. یه حالتیه که انگار کثیفه، میبینید؟ انگار کثیفه این کت، انگار پاره پوره است. این مشکل کارخونه نیست. تمام این اکشن فیگوری که منتشر شده اینجوریه. این حالت انگار پارگیه که رو پلاستیک اینجوری در آوردن. و یه نکته‌ای که خیلی واسم قابل توجه تره، این حالت دوخت این کته. ببینید در این حد اینا دقت کردن برای این کت، این حالت دوختشه و این خیلی برام جالب بود. بریم سراغ مفصل پاها که بازم اینجا دابل جوینت داره. ببینید دابل تا این حده. برخلاف اکشن فیگور دستروک پاهاش چرخشیه، یعنی میتونیم بچرخونیم که البته زیاد با این قسمت اکشن فیگور بربرین این حالت پیدا میکنه، انگار یه خورده فاصله پیدا کرده که من اصلا متنفرم از این بخش. یعنی زیاد اصلا با این قسمت ها بر نمیرم. بریم سراغ پاهاش میچرخه قشنگ. انگشتش بالا پایین میره مثل اکشن فیگور دست استوری کامل. یعنی همه اکشن فیگور مکفارلن تقریبا همینطوری هن. و پاهاش هم تا این حد باز میشه، لیمیت داره. به خاطر چی؟ به خاطر این کتش. میبینی؟ تا این حده، نمیتونم زیاد واسه فشار بیارم. میگم مفصلهاش خیلی لیمیت داره، نمیشه به اون شکلی که بخوای پوز بدی، اون پوز دلخواهتو در بیاری. بریم سراغ پینت جاب. این اکشن فیگور یکی از تمیزترین پینت جاب ها رو داره که من تو سری مکفارلن دیدم. یعنی حتی یه میس پوینت هم نداره. از بد سیمبلش بگی که با اسپری انگار طراحی کرده برای خودش. میبینی رنگ زرد که خیلی خوبه. این مثلا با اسپری شما یه علامت تر میکنی میکشی، اینجا بیرون زدگی اسپری طوره که خیلی برام جالبه. و این پشتش هم میبینیم تا این حد بالا میاد. میگم پلاستیک سختیه.
میگم از نظر پین جاب خیلی تمیزه، یه میس پوینت هم حتی نداره بخوایم ببینیم. کمربندش هم رنگ طلایی طور، خیلی قشنگه، خیلی باحاله. من خیلی خوشم آمد، یکی از کمربندهای باحال بتمن تو سری مکفارلن تویز. این رنگامیزی دستکشش اگه ببینی این گانتلت مشکیه، حالت چرم طوره، مثلا میبینین این جنس پلاستیک ها، ولی یه جوری طرح کردن که انگار از راه دور که شما میبینین، از دور این اکشن فیگور می فکر میکنی حالت چرم طوری داره که خیلی باحاله. و این بلید این گانتلت ها هم نرمه، پلاستیک خیلی نرمه، میبینی اینجوری خیلی نرمه. و داشتم میگفتم دستکشش یه جورایی به بنفش میخوره، آبی نفتی یا بنفش، یعنی مشکی نیستش، که به نظرم جالبه. بریم سراغ بخش اصلی اکشن فیگور و اونم چی؟ هدشه، هد اسکالپت. خیلی هد اسکالپت تمیزی داره، واقعا هد اسکالپت تمیزیه و دیتیلش خیلی خوبه. دیتیلش کجا رو میگم؟ دندوناش، ببینید حتی یه میس پینت هم نداره. سفید، کاملا سفید، عالی، خیلی خوب رنگامیزی شده. این جزئیاتش خیلی کوچیک و ریزه ولی به خوبی تونستن رنگامیزی کنن. و این حالت ریشا رو میبینی، حالا تو دوربین زیاد معلوم نیست ولی خیلی پنجاب خوب تمیزی داره. و این ماسکش خیلی باحاله، گوشای زده بیرون و منو یاد کاپیتان آمریکا میندازه. ببینید این دستتو بذاری اینجا و اگه این اکشن فیگور رو کاستوم کنی میتونی یه کاپیتان آمریکا از این در بیاری. در کل اکشن فیگور خوبه. حالا آخری ویدیو بهتون میگم آیا این خوشگله ارزش خرید رو داره یا نه. Okay. خب بچه ها رسیم به بخش پایینی این ویدیو که آیا این اکشن فیگور ارزش خرید رو داره یا نه. ببینیم به نظر من این اکشن فیگور ارزش خرید رو داره، اما خب یه پوینت منفی که داشت این مفصلای دستش بود که نهایتا فقط همین کارو میتونی باشون بکنی. میتونیم بهش حالت بدیم ولی خب لیمیت داره دیگه، حالتهای خیلی کم میتونیم بهش بدیم. پینت جاب خیلی خوبی داشت. از نظر اکسسوری خب کلا یه گرافیک هوش داشت، اکسسوریش هم زیاد جالب نبود ولی خب نسبت به قیمتش به نظرم خوبه. تو ایران میارزه. کلا اکشن فیگورهای مکفارلن تو ایران ارزشش داره، ارزش خریدن رو داره. چرا؟ هم از نظر قیمت، همین که اصله، یعنی اکشن فیگورهای دیگه، برندهای دیگه خب خیلی گرونترن و ارزون ترین برندی که اصله به نظرم همین مکفارلنه. البته برندهای دیگه هم هستن ولی خب مکفارلن بینشون تمیزتره، پینجاب خیلی خوبی داره. شاید اکسسوریش کم باشه ولی مفصل‌ها و پینجاب‌های خیلی خوبی داره و از بابت حالا خراب شدن یا اینا خیالتون راحت تره. ببینید من این اکشن فیگور خودم 2,150,000 خریده بودم حدود چند ماه پیش و الان این نسخهش گیر نمیاد. یه نسخه دیگه داره که اون گلده. حالا چه تفاوتی با این نسخه داره؟ این کتو نداره و خب طبیعتا وقتی این کتو نداشته باشه دستاش هم دیگه راحت کار میکنه، بالا پایین اینا قشنگ میره، بازم میشه. این به کنار. و من تو آمازون سرچ کردم قیمتش بین 24 تا 25 دلار بود ولی سایت های دیگه هم هستن که زیر 20 دلار دارن اینو میفروشن. تولیدش رو خود مکفارلن دیگه فکر کنم متوقف شده، یعنی همه سری فیوچر استیتس بکنم دیگه متوقف شده و فقط تو مغازه ها میتونین اینو پیدا کنین، تو بعضی از مغازه ها. و تو ایران هم من تو یه جایی اینو پیدا کرده بودم خریدم و الان دیگه موجود نیستش این نسخه. چرا این حالا اکشن فیگور حالا دور از قیمت ارزش خرید داره؟ به خاطر ظاهر یونیکش. ببینید بتمن های مکفارلن خیلی ظاهرهای متفاوتی دارن، ظاهرهای یونیکی دارن و این اکشن فیگور جزو یکی از اوناست. یعنی خیلی ظاهر یونیکی داره و به نظرم خیلی باحاله. در کل ارزش خرید داره بچه‌ها و من خودم واقعا دوست دارم. علاوه خصوص اونایی که خب بتمن رو جمع میکنن به نظرم خرید این خیلی خوب میتونه باشه. بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه. سابسکرایب یادتون نره،
لایک و کامنت هم بی زحمت برام بذارین، خیلی خوشحال میشم. ممنون از همتون. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.